به یکایک شما ادیبان، دوستان، بزرگواران، نویسندگان و اندیشمندان گرامی در جای این گیتی پهناور درودی بسیار گرم و پرمهر می‌فرستم. نویسنده سفرنامه دنباله‌دار مپتا می باشم که سفرنامه مپتا رو در شماره‌های 1، 2، 3 و 4 به قلم درآوردم. همکنون در روز 9 فوریه سال 2020 میلادی در حال ضبط کتاب صوتی سفرنامه مپتا با صدای خودم می باشم. در اینجا نخست سفرنامه مپتا شماره 1 رو برای شما عزیزان می خونم. سفرنامه مپتا شماره 1. تاریخ آغاز نگارش این کتاب در روز 1 سپتامبر سال 2015 میلادی و تاریخ به پایان رسیدن نگارش این کتاب در روز 30 دسامبر 2019 میلادی. پیشگفتار که نویسنده سفرنامه مپتا در شماره‌های دنباله‌دار می باشم. در دسامبر 2019 میلادی همچنان مشغول نگاشتن این سفرنامه می باشم. در ادامه می بایست بگویم که زندگانی من هم به مانند دیگر زنان ایرانی و هم میهنان خارج از ایران دستخوش ناملایمات و سختی‌های روزگار قرار گرفت که این تلاطم‌ها و ناملایمات توانست مرا به نویسنده‌ای پرتوان و استوار بدل سازد. سالیانی است که در اندیشه‌هایم و در تنهایی زیبای زندگانیم جهان بی‌نظیری را می‌پرورانم. در طی سالهای پی در پی به پژوهش و یادگیری در زمینه‌های علمی گوناگون و گاه ناشناخته‌ای پرداختم. بعد از کسب بخشی از آگاهی کیهانی به جستجو و کاوش در دنیای موجودات کم دیده شده و یا نادیده پرداختم و سپس تصمیم به نوشتن این سفرنامه گرفتم. این کتاب را می نویسم تا سرآغازی در دنیای ناشناخته‌ای باشد که شاید بتواند پاسخ پرسش‌های کهنه‌ای را در دل خودش جای دهد. شاید بدین شکل بتوانم راهی را در شناخت تمدن پارسه کهن از دیدگاه فرازمینی که در زیر ریزش صخره‌های هزاران ساله رازآلودی پنهان شده است باز کنم. سرآغاز پژوهش‌هایم به 6 سال پیش یا کمی بیشتر برمیگردد و این گونه سالیانی است که با مبحث فرازمینیان به طور علمی آشنایی پیدا کردم. پس از جستجو و پژوهش در گونه‌های متفاوت فرازمینیان و آشنایی با علوم مربوطه به این جهان توانستم به طور گسترده‌ای به کند و کاش در وبسایت‌های علمی گوناگون دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بپردازم. بدین شکل دامنه پژوهش‌ها و مطالعاتم در باستانشناسی و تمدن‌های کهن زمینی و فرازمینی بیشتر از 1,000,000 سال پیش تا امروز را پوشش می‌دهد. برجسته ترین پارت جهان فرازمینیان یعنی
زندگانی فرازمینیان باستانی یا همان Ancient Aliens Life و آنوناکی های باستانی پارسه کهن یا آنوناکی پرشینز پررنگ ترین بخش های پژوهشی من بودند. در اینجا می بایست اضافه کنم که به علت علاقه شدیدم به باستان شناسی و تاریخ عهد باستان پارس و ایران زمین خواستم که ریشه و دلایل بسیاری از اتفاقات تاریخی، ندانسته ها و پرسش هایم در جهان آنوناکی ها و نژادهای مرتبط با آنان را پیدا کنم. متاسفانه در داستان‌های مذاهب گوناگون رایج در جهان و یافته‌های کنونی به جوابهایم نرسیدم و از خواندن داستان‌های ساختگی ضد و نقیض خلقت انسان فهمیدم که میبایست حقیقت رازی پنهان شده در دالان‌های تاریک گذشته و علوم پنهان باشد. پس از آن بیشتر به کند و کاشت ادامه دادم تا به کهن‌ترین و باستانی ترین تمدن‌ها در طول تاریخ پیدایش انسان دست یافتم و این گونه سفر تحقیقی مفیدی را دنبال کردم. حال جویای آگاهی بیشتر از پیشم. در این مسیر رنگارنگ و مهیج بارزترین نژاد فرازمینی که همان پارسی های آنوناکی هستند را شناختم. آنوناکی ها بیشتر از هر نژاد فرازمینی دیگری مرا شیفته خود ساختند. این گونه آنان را صاحبان تمدن پارسه کهن و ایران زمین دانستم. البته که تمامی آن پژوهش ها را به زبان انگلیسی به انجام رساندم و از آن جایی که در کارشناسی رشته ادبیات انگلیسی تخصص دارم به راحتی توانستم از اطلاعات زیادی استفاده کنم و این گونه شروع به درک و فهمیدن جهان فرازمینیان نمودم. هرچند که در گذشته نیز تحصیلاتی در زمینه علوم متفاوت داشتم. به هر روی بیان مطالب علمی و دور از ذهن در این مبحث پیچیده و پر ابهام کار بسیار سختی برای یک نویسنده است. این گونه من تصمیم به نوشتن سفرنامه‌ای فرازمینی و دنباله‌دار گرفتم که شخصیت‌های مهم این سفرنامه زاده و پرورش یافته تخیل من هستند و گاهی مکانها و اتفاقهای داستان هم واقعی و یا تأثیر گرفته از مطالب علمی و تحقیقی می باشند. می دانم که درک مطالب به صورت داستانوار، ساده، با زبان شیرین پارسی بسیار راحت تر از درک علوم پیچیده در حیطه علوم فرازمینیان می باشد. این سفرنامه گروه سنی نوجوانان و بزرگسالان را مخاطب خودش قرار داده است. حال امیدوارم که با به قلم در آوردن مجموعه داستانی مپتا توانسته باشم جهانی تخیلی آمیخته با علوم پیشرفته ای را به شما تقدیم کنم که بتواند دریچه جدیدی رو به دنیای اندیشمند فرازمینیان بگشاید. در سفرنامه مپتا شخصیت‌های اصلی داستان کهر، سوگماد و مپتا هستند. کهر اسب اسطوره‌ای باستانی ایرانی است و سوگماد موجود فرازمینی خاکستری از نژاد ترکیبی خاص خاکستری‌های سلطنتی است. مپتا موجود فرازمینی آندرومدانزی اشرافی است. در ادامه داستان کهر، سوگماد و مپتا می توانند با هوش و دانش مختص خودشان بخش مهمی از راز خلقت آدمیان و چگونگی پدید آمدن آنها بر روی زمین را کشف کنند.
آنها در مسیر سفرشان توسط سفینه فضایی به لایه‌های بالاتری از کهکشان‌ها و جهان‌های گوناگون سفر می‌کنند تا به فدراسیون فرازمینیان سلطنتی می‌رسند. آنان میبایست برای رسیدن به اهداف بزرگترشان موانع و حوادث پرمخاطره بسیار سختی را به علت وجود بدن زمینی کهر و دشمنانشان پشت سر بگذارند تا به لایه‌های درونی فدراسیون نفوذ یابند. در اینجا همراهی شما با این سفر عجیب، مهیج و اسرارآمیز میتواند دلچسب و دلگرم کننده باشد. سفرنامه مبتا بر آن است تا رازهای بسیاری در مبحث چگونگی آفرینش آدمیان از دیدگاه فرازمینیان را فاش سازد. افزایش آگاهی و اطلاعات از حقیقت چگونگی خلقت آدمیان مهمترین دلیل شکلگیری این سفرنامه دنباله‌دار مبتاست. با سپاس. نویسنده دسامبر 2019